سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم ببینیم که چطور یک لینک ارتباط مستقیم واتساپ رو میتونیم توی پروفایلمون قرار بدیم. برای این منظور روی ادیت پروفایل کلیک میکنیم تا به قسمت ویرایش لینک وبسایت بریم و اینجا من این لینک قبلی رو پاک میکنم. واسه قرار دادن لینک واتساپ از این لینکی که میذارم استفاده بکنید wa.me/98 بقیهش هم شمارتون رو قرار بدید و بعد ذخیرش کنید. خب الان اگه من روی این لینک کلیک بکنم میره تو صفحه گفتگوم توی واتساپ. اون دیگه نیاز نیست طرف بره شماره منو ذخیره بکنه یا کار دیگه ای انجام بده. این مخصوصا برای کسایی که فروشگاه دارن گذاشتن این لینک خیلی میتونه کمک بکنه برای ارتباط نزدیکتر با مخاطبین که مخاطبین راحتتر به شما دسترسی داشته باشن، سوالاتشون رو بپرسن، راهنماییشون بکنین تا اون مراحل خرید رو به قولی بهتر انجام بدید. من کلیک میکنم روی لینک تا شما ببینید که چون لینک خودم هم هست اینجوری باز میشه، یعنی میرید توی صفحه گفتگو با اون کسی که اون فروشنده‌ای که به قولی قرار داده دیگه لینکش رو.